دیگر گفته است آیا به مرد مسلمان درست است زنش رو حقارتی از دهان از شریعت بیرون گوید، در فلان، در گوشت، در دهنت. البته که این دشنام دادن در دهن، در گوش، در چشم، در بینی، چنان بعضی مجتهدان سخت گرفتگی‌اند که گفتن بیدین می شود. این بینایی قوه‌ای هست که خدایی را عطا میکند. بینایی، شنوایی، نطق، زبان گویا، زبان، دهان، اینها عضوهایی هستند که مخصوص حواسی هستند که نعمتی هست که پروردگار به بنده عطا میکند. نه این خون و گوشت پوستین ها، نه، همین خیلی نعمتی پروردگار است. وقتی که بنده دشنام میدهد بسیار گناه عظیم است، گناه کبیره است. مخصوص مردها زنها را نخواه به این طریقه دشنام بدهند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ترین مؤمن ها از روی ایمانداری نیکوتری اونهاست از روی خلق. و خیارکم لنسائه، بهترین شما کسی است که به زنش نیکویی میکنه. پیغمبر اسلام به زن نیکو کردن امر کرده است، دشنام دادن نه. التماس میخواستم بسیارتر در این باره نصیحت میکردید. فرزندی که نسبت مادرش خودپسندی میکند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم در باب مادرها حدیث فرمود که الجنة تحت اقدام امها. ای امتی من، رسول خدا میگن جنت شما در زیر قدم های مادرانتون است. جنت که رضای مادران است در زیر قدوم مادران است. خواهی که رضای ما بیابی آن کن که رضای مادران است. اگر مادر پدر راضی نباشد، این بنده چه هر چقدر عبادت هم داشته باشد روی جنت نمی بیند. رسول خدا در حدیث فرمودگی است که رضا و ربی فی رضا الوالدین، رضای پروردگار در رضای پدر و مادر است. و سخطهما فی سخطه، غضب پروردگار هم در غضب پدر و مادر است. اگر پدر و مادر غضب کنند، این همچی از غضب پروردگار میارد. وقت هسته چند شد؟ یک شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.